سلام، من میثمم. امروز هم اومدیم با یه ویدیو فوق‌العاده دیگه، یه چند دست بتل خوب توی این ویدیو با هم دیگه بزنیم و دور هم دیگه کیف کنیم. خب با این ترکیب یه چند تا ویدیو گرفتیم، اومدم یه تغییر مهم دادم، اومدم گلدن نایت رو به جای مگا نایت گذاشتم. البته تستش هم نکردم، گفتم با هم دیگه تست کنیم، چون که این آپدیت جدیدی که به قول معروف کلش رویال داد یه تغییر خیلی خیلی مهم داد. اینکه اومدن کارت چمپیون به قول معروف، به جای اینکه کارت چمپیون قبلا نمیشد دوتا کارت با هم دیگه توی زمین داشت، اومدن این به قول معروف این داستان رو برداشتن. یعنی شما میتونید کارت چمپیون رو مثل کارت های دیگه عادی هر چند که دوست دارین تو زمین بندازه. قبلا تا یه کارت چمپیون زنده بود نمیشد اونو دوباره انداخت، یعنی به قول معروف سایکل رو میومد 3 کارته میکرد. همین داستان اومده یه تغییرات اساسی توی ترکیب های دکای مختلف داده، یه کارهایی انجام شده، یه ترکیب جدیدی وجود اومده. مثلا تو تیوی رویال اگه نگاه کنید یه کارهایی، یک اتفاقایی، داستانهایی شده. خب ما اومدیم گفتیم چی از این بهتر، گفتیم بیایم یه تغییر اساسی بدیم و گلدن نایت رو به جای مگا نایت بذاریم، ببینیم چی میشه، آیا داستانی خواهد شد یا نه. خب یه فرصت بود، من سریع هوگو رفتم جلوش که بگیرن روی تابر که خدا رو شکر یه چند تا بقول دمیج خوب داد بهشون. خب از این ور هم ویچمون استفاده کردیم که اونا رو زد. خب حالا بله اینجا گلدن نایت باید ببینیم میتونه به قول معروف مگا نایت رو داستان دار کنه یا نه، که خیلی سخت به نظر میرسه. خب یک کوچولو کم آورد ماسکترمان، خداییش خوب دفاع شد، مگا نایت هم خوب جواب داد واقعا. خب از اون ور سریع آرچر رو رسوندیم که اون خب فاشا رو بزنن که تمام میشه. خب متوجه که مگا نایت داره. مگا نایت یه کارتیه که معمولا توی چیز بیشتر استفاده میشه، توی قول معروف اکسیر 2 برابر کاراییش بیشتره تا الان، که خب گفتیم اونم بزنه راحت. خب خیلی خوب دفاع شد. خب سریع لاگرم میندازیم که یه داستانی پیش نیاد. خب احتمالا آره میدونستیم که اینجوری میشه. بقول معروف یه دون فایرم انداختم که خیلی راحت تا برمون رو بگیریم که دیگه مشکلی نداشته باشیم. حالا دیگه خب گلدن نایت وقتی که اون ابیلیتیشو به قول معروف میزنی دیگه خیلی خفن دفاع میکنه اونجا هم که دیگه کامل دفاع شده، مشکلی پیش نیومد. خب 10 ثانیه بیشتر نمونده اون نگه داشته مگا نایت چه بندازه که دیگه خیلی دیره، مگا نایت فایده براش نداره و 4 3 2 1 و تمام. خب خدا شکر مچ اول خیلی راحت با پایان رسید. درسته دمیج زیادی زد اما یه کوچولو ماشول کرده بودیم، اگه نه که خیلی کار خاصی در برابر ما پیش نبرد و دیدیم که گلدن نایت کارت کارایی هم هست، چون که به قول معروف میانگین اکسیرمون هم خیلی آورد پایین. 4 تا اکسیر میبره در حالی که چیز 7 تا اکسیر میبرد. خیلی فرقش خیلی زیاده. در برابر امانوئل ببینیم چه پیش خواهد اومد. خب این هم مگا نایت داره ماشاءالله. همه تو این به قول معروف لول و اینا مگا نایت جز کارت های اساسی. هم مگا نایت داره هم گلدن نایت. خب
ابیلیتیش رو استفاده میکنیم که سریع بزنه. اونجا دیگه با وجود اگر زنده بمونه و ما یه دونه هویم اگه جلوش برسونیم واقعا خوب میشه. عالی شد عالی شد عالی شد. اون تاور دیگه باید رفته شده بدون دوستمون. بله تمام. بدترین جای ممکنم که اون بیبی دراگو انداخت. نیاز به دفاع هم نداره چون خودش میره. ما انداختیم که معروف کارتامون به چرخه تا ویچمون به دستمون بیاد که ویچ کارت بسیار مهمیه. خب بکاشم که لولش خیلی پایینه. خب تمام. خیلی خوشگل مبارزه دو تا گلدن نایت رو دیدین که گلدن نایت ما خودش رو خیلی راحت پیروز شد. یه ابیلیتی هم میزنیم که بریک روی تاور. خب یک کوچولو اینجا قطعا دفاع سخت خواهد شد. خب چون که مگانت قطعا میپر روی تاور. خب اونم که دفاع قطعا تمام. رسیدیم اکسیر دو برابر شد دیگه خیالمون راحت شد که چون که الان پکاش هم برسونه دیگه غمی نیست. چرا؟ چون که آرچر ایو اومده. یعنی ببین آرچر ایو طوری داستان رو در میاره برامون که هیچ نیازی به هیچ کارت دیگری ندارید دوستان. اینو من به شما قول میدم. خب آرچر ایو رو فقط ببینیم که یکیش هم تا همون باز هم ببینیم چطور داستان پیش میمونه. خدا وکیلی اون ایوی دراگو هم بمونه دیگه تمام. خب خدا شد بچه بعدی هم با پیروزی به پایان رسید. خب ببین باز هم رفت دمیجش رو به تاور اصلی زد و تمام. خب اینم از بچه دوم. تبلات بد نبوده. سریع بریم سراغ بچه سوم ببینیم داستان چطور ادامه خواهد پیدا کرد. چی گفتم؟ خب درباره جوجو ببینیم واقعا جوجوه یا زنده همه رو صاف میکنه مشخص خواهد شد. خب او کجا انداخت داداش خسته نباش. خب لایش هم انداخت. ما سریع او جلوش میرسونیم ببینیم باز اینم مگانایت داره. آره دیگه همه مگانایت شده جزء کارت اصلی که اونجا خدا رو شکر هیچ دمیج خوبی بهش میده. خب سریع که میگرفت. یک بدی که داشت دیدین چی شد. خب خدا شکر که گرفت. کی من متوجه نشدم که کی کینگ تاورمون اکتیو شد. اصلا حواسم نبود. برای همون خیلی راحت دفاع شد. دوتا از گوبلیناش هم گرفت. گوبلیناش فقط یکم لولش بالا بود. خب آرچی رو میندازیم که سریع اوش هم دستمون بیاد چون اوش برامون بسیار مهمتر و کارآمدتره. سریع رو جلوش میرسونیم که اگه بخواد بندازم داستانی نشه. خب خیلی راحت دفاع شد. لاگرم زدیم و تمام. خب ابلیتیشو نمیزنیم چون که اون بولمراف اکسی رو فعلا نیاز داریم. سریع هیچمون رو میندازیم. آرچرمون هم دستان تازه دراگون هم استفاده نکردیم. الکترو دراگون باید استفاده کنیم چون هواش بولمراف برامون لازم هست. یه دونه فایر چون که اکسی بزنیم رو اون که اون
قول معروف تموم بشه داستانش. کامش کند باسم دوباره خیلی خوشگل دفاع شد. خب هم رسوندیم سری جلوش هوگو میرسونیم که آخ کاش باز هم یه دونه شو زد. اینا عاشقشم خدا بکنیم. باز هم یه دونه شو خیلی خوشگل و تمیز زد بدون داستان. خب گلدن نایت میگیم چون میگیم که الان هست که اون علامه جدید اضافه شده، علامه تاجی که بالا سرش بیاد، یعنی اینکه میتونین از بقول معروف ابلیتیش استفاده کنین. خب خیلی راحت خیلی که چقدر راحت. حالا جلوی این هوک رفتن میخوام ببینم کی جلوی اینو میخواد بگیره که تاورش نره. این سواله و در برابر دراگونی که الکترو دراگونی که بقول معروف اِوولوشنش دست. خیلی خوشگل. مچ سوم هم با وین به پایان رسید. 6 تا گوگلین بهمون داد، 6 تا دامستون هم دست آوردیم. خب اینم باز شد. خب این یه چند تا مونده، ببینیم میتونیم ویدیو بازش کنیم یا نه. یه دونه لژندری هم اینجا گرفتیم. یک کوچولو بریم بالاتر. اِوولوشن بربرها رو میتونیم چند تا کارتش رو بگیریم. سریع میریم سراغ مچ بعدی ببینیم که اینجا چه خواهد شد. خب دست آرچر رو پخش میکنیم مثل دستای قبلی. این یک کوچولو فکر میکنم کارتاش قدر باشه. آره 14 یا خدا یه دونه فایر روش میرم. 14 اون بی بدر. ببخشید از این کلمه استفاده کردم. خیلی بالاه، خیلی بالاه. خب داداش دست رو داده شده باید بدونیم. خب احترام هم باید بدیم، خیلی سنگین هم بدیم که داستانی بیش نیاد. آره چون باز هم باید دفاع نشد خدا وکیلی. با اینکه بعد موقع اون فریزش رو زد اکسیر کم بود. اگه اون فریزش رو اونجا استفاده نمی کرد میتونه دمیج بدتری به ما بده. خب خیلی با همون اولش که دیدم گفتم که این قطعا خب اشتباه بد کرد. خب مشکلی که هست اینه که خیلی قویه. ببین داستان قوی کارت ها یه چیزه، نذاره بزنه خوب میشد. متاسفانه زد و این تاور دیگه باید رفته شده بدونیم. یه فایر دیگه اینجا میزنیم با اینکه مجبوریم، کارت دیگه دستمون نبود که اونو بزن از بین بره حداقل. خب خدا شد اون شیلدش شکست، ترکید به قول معروف اونجا. خیلی بالا، یعنی با 2 تا شات میزنه نابود میکنه. یه گلدن نایت با این اکسیر اون هنوز چیز بود انداختیم جلوتر که در 2 برابر میشه دستمون باشه. یعنی خدا شاهده کارتای این بشر کاش زنده میمون تا اون فیز لعنتشون. اگه نه که کم آوردیم یعنی با این کارت ها خدا وکیلی کوچولو فقط کرد. وای حیف شد دستانه این مچ رو باختیم. خب با این لول کارت رو نمیدونم باشیم
میخنده، من واقعا تعجبم. خب سریع ببینیم مچ بعدی چه خواهد شد. انشالله که با پیروزی و وین به پایان برسه. نشدم که فدای سرمون دیگه. زمین باستمون که نمیاد. خب یه گلدن نایت از ته بازی میکنیم. اینو میدادیم اینجا که فعال بشه. خب یه کوچولو اینجا خطری شد. یک بلاک انداختیم که بتونیم خیلی راحت دفاع کنیم. اینم که اینجا دفاع خواهد شد. وای که این کارت لعنتیش از کجا اومد. تمام. خب اونو دیگه باید ولش کنیم چون اکسیر برامون نمونده. یکم اکسیر جمع کنیم که آماده باشیم یه حمله چیزی بزنیم. خب از این ور ما از این ور میریم. کارت خاصی رو بازی نمی کنیم چون میدونستیم که عالی عالی عالی. تمام. خیلی خوشگل. خب اونو اونجا روش استفاده میکنیم. تمام. نمیگیری این دفاع شد. خب اون که کشونیم اینجا برای چند لحظه که نره. خب مجبور بودیم اون خدا شد رفت اون طرف. ماسکت وزیر رو انداختیم. خب خیلی خوب. تمام دفاع این طرف. سریع جلوی ماسکیتر رو هوگو میرسونیم ببینیم میرسه. خب عالی شد. یک دونه شات رو بد رسید. با زور نگهش داشتیم اما فکر کنم دیگه رفتنی باشه تا برید. خب اینجا خوبی از این ور گرفتیم. سریع خوب از این طرف میریم. فایر هم میزنیم حداقل 2 شات بزنه. خب اصلا حواسم به این طرف بد باختیم. فکر کنم دیگه بسته که دیگه داره دستای بدی بهمون میخوره. وین اول الان داره همه پوت شدن. خب امیدوارم که لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی خدا یار نگهدار همتون باشه. همینجوری داریم پیش میریم.
از 0 شروع کردیم رسیدیم به کاپ 5869. بریم بالا ببینیم چه ها پیش خواهد اومد و چه برنامه هایی برامون پیش میاد. امیدوارم همراهمون باشین. اگه دوست داشتین لایک کنین و خوشحال میشیم که به دیگرانم معرفیمون کنیم. فدای همتون. خدا نگهدارتون.